چی میشد اگه هوش مصنوعی 90% شغل‌ها رو نابود می‌کرد؟ یعنی ما می‌خواستیم چیکار کنیم اگه شغلمون از دست می‌دادیم؟ نون از کجا می‌خواستیم بگیریم؟ من مهرادم و اینجا چیزهایی که میشد بشه ولی نشد رو خلق و براتون روایت می‌کنم. خب قبل از اینکه بریم سراغ این که دنیا چه شکلی میشد اگه هوش مصنوعی 90% شغل‌ها رو تصاحب می‌کرد، باید بیایم روی این تمرکز کنیم که ببینیم هوش مصنوعی باید به چه استانداردی برسه تا بتونه این کار رو انجام بده. ببینید هوش مصنوعی برای اینکه بیاد همه ما رو بیکار کنه نیاز به یه فرایند خودکارسازی فراتر از تصور نیاز داره و توی دل این فرایند خودکارسازی میاد علاوه بر شغل‌های خسته کننده و تکراری برای ما انسان‌ها مثل حسابداری‌های سنگین، معادلات سنگین، ریاضیات پیچیده، مهندسی خیلی سخت، رانندگی‌های طولانی، تحلیل داده‌های سنگین، باید بیاد علاوه بر این شغل‌های سخت و خسته کننده بره سراغ شغل‌هایی که نیاز به خلاقیت دارن، مثل طراحی، مثل نویسندگی، مثل خوانندگی. یعنی میاد علاوه بر اون شغلایی که ما اصلا دوست نداریم انجام بدیم اونا رو انجام میده، کارهایی هم که ما حس میکنیم فقط انسان میتونه انجام بده و خلاقیت انسانی لازم داره میره اونا هم انجام میده. یعنی همیشه ما فکر میکردیم برگ برنده ما مقابل هوش مصنوعی و AI اون شوق هنری انسانیه که هوش مصنوعی هیچ وقت نداره، چون اون مربوط به خود انسانه. اما چی میشه اگه هوش مصنوعی به درجاتی برسه و به خلاقیتی دست پیدا کنه که اصلا ما انتظارشو نداشته باشیم؟ خب حالا اینجا این هوش مصنوعی در ادامه این فرایند خودکارسازی نیاز به نیروی کار پیدا میکنه. راحت ترین چیزی هم که الان به ذهنمون میرسه چیه؟ استفاده از ربات هاست. این دقیقاً زمانیه که میاد هوش مصنوعی با ربات ها ادغام میشه که همینم به تنهایی خیلی ها رو بیکار میکنه. و حالا که هوش مصنوعی به ربات دسترسی پیدا میکنه باید با 2 چیز دست و پنجه نرم کنه. یک، این ربات ها و هوش مصنوعی که با هم ادغام شدن باید به شدت کاربردی و مفید باشن و در کنارشون به شدت ارزون باشن. چرا؟ چون باید استفاده از این نیروهای مکانیکی نسبت به نیروی کار انسانی مقرون به صرفه‌تر و بهتر باشه دیگه. خب مسئله اینجا اینه که این کارآمدی و ارزونتر بودن چطور اتفاق میفته؟ ببینید زمانی این اتفاق میفته که تولید این ربات‌های ادغام شده به هوش مصنوعی وارد بخش تولید انبوه بشه. یعنی انقدر این تعدادشون بالا باشه که به خاطر این زیاد بودنشون قیمتشون به شدت پایین بشه و به طبع اگه میلیون ها نسخه از یه سری ربات وجود داشته باشه قیمت پایین میاد. حالا برای اینکه بیان کاربرد این ربات ها هم بهتر کنن باید بیان از موتورها، از چیپ ها و از سخت افزارهای قوی تری روی این ربات ها استفاده کنن تا اینا دقیق تر بشن و کارهای بهتری انجام بدن. پس تا اینجا ربات‌ها میان با کمک هوش مصنوعی به قدری کارآمد و ارزون میشن که برای کارخونه‌ها، برای شرکت‌ها، برای حتی مغازه‌های کوچیک هم استفاده ازشون نسبت به نیروی کار انسانی مقرون به صرفه‌تر میشه. حالا از این مراحل که بگذریم میرسیم به یه انقلاب در یادگیری. هوش مصنوعی برای اینکه بتونه تمام شغل‌ها رو تصاحب کنه بعد از فرآیند خودکارسازی باید بره سراغ فرآیند یادگیری. فرض کنید مدل‌های آینده هوش مصنوعی میتونه در عرض چند ثانیه یک مهارت رو به بهترین شکل یاد بگیره توی چند ثانیه و بعد بره انجامش بده. مثلا توی زمینه جراحی یک پزشک باید سالها و سالها و سالها درس بخونه، تجربه کسب کنه، آزمون خطا کنه تا به یه درجه ای از مهارت برسه تا بتونه روی انسان‌ها جراحی انجام بده. و حالا یه هوش مصنوعی میاد در عرض چند ثانیه تمام اون اطلاعاتی که در طی سالها باید یاد گرفته میشد رو یاد میگیره و بعد میاد با استفاده از دقیق ترین ربات‌ها یه جراحی رو به بهترین شکل انجام میده. مو به تن آدم سیخ میشه. و حالا فرض کنید وقتی میتونه بیاد یه همچین کاری مثل جراحی رو به راحتی یاد بگیره
دیگه چه کارایی از دستش برمیاد. به طور کلی این یعنی هیچ نیروی انسانی توانایی مقابله با سرعت یادگیری ماشین رو نخواهد داشت. خب هوش مصنوعی زمانی که تونست به تمام این توانایی‌ها و این قدرت‌ها دسترسی پیدا کنه، برای بخش آخر و مرحله سوم میاد رو خودش رو با تمام صنایع ادغام میکنه. مثلا میره داخل کشاورزی و میبینی کل مزرعه رو دارن یه سری رباتی که با هوش مصنوعی کنترل میشن دارن تماما مدیریت میکنن، دقیق، میزون و سر ساعت. میریم توی بخش پزشکی میبینیم یه هوش مصنوعی اومده که به بهترین شکل بیماری رو تشخیص میده و جراحی لازم رو خیلی دقیق‌تر و بهتر از خیلی از پزشکا انجام میده. بعد میریم داخل مثلا پرونده های حقوقی و قضایی، میبینیم که یه هوش مصنوعی هست که توی چند ثانیه یه پرونده رو به صورت کامل آنالیز میکنه و حتی حکم صادر میکنه. بعد مثلا میتونیم بریم توی حمل و نقل، خودروهایی میان که با هوش مصنوعی دارن خودشون کنترل میشن و بدون نیاز به راننده دارن کارا رو انجام میدن. و این یعنی هوش مصنوعی میاد توی هر صنعت و کاری با قدرت ورود پیدا میکنه و بعد تک تک جاها رو پر میکنه. آقا تا همینجا یه سوال برای خیلیا پیش میاد، از جمله خودم. درست هوش مصنوعی همه این کارا رو میتونه کنه و میتونه همه مشاغل ما رو تصاحب کنه. سوال اینجا اینه ما چرا بهش این اجازه رو میدیم؟ یعنی من میگم که هوش مصنوعی زمانی که به همه این قدرت ها رسید و با ربات ها هم ادغام شد، برای اینکه بتونه بیاد این کارای ما رو تصاحب کنه، برای اینکه بتونه بیاد کارا رو دست بگیره، به هر حال نیاز به یه تاییدی از طرف ما انسان‌ها داره دیگه. یعنی ما باید بهش اجازه بدیم که بیاد کارا رو بگیره دست، یعنی یه میلی باید از طرف ما وجود داشته باشه و من فکر میکنم اون میل از نظر من ریشه در خودخواهی انسانی داره. یعنی من فکر میکنم اگه ما فقط خودمون، سود خودمون و خواسته های خودمون رو اولویت قرار بدیم، یه دری باز میکنیم برای اینکه هوش مصنوعی بیاد تمام شغل‌ها رو تصاحب کنه. مثلا اگه شما خودتون رو به عنوان یه مدیر کل یه شرکت، یعنی اون هد یه شرکت در نظر بگیرید، اگه تماما سود خودتون در نظر باشه و اولویت باشه، میگی آقا من میام به جای این همه نیروی کار انسانی همه رو اخراج میکنم، چند تا ربات و هوش مصنوعی جاشون میذارم. این ربات ها نه دیگه خستگی دارن، نه دیگه حقوق و پاداش میخوان، نه دیگه سر کار نیومدن دارن، نه دیگه درد سر دارن، نه دیگه خستگی دارن، نه دیگه اونقدر درصد خطای بالایی دارن. خب من میان از همینا استفاده میکنم که برام مثل ماشین پول چاپ کنن دیگه، فقط شبانه روز کار میکنن. تنها خرجی که دارن احتمالاً یه اشتراک برای هوش مصنوعی و پول اینترنت، یه مقدار تعمیراتی که ممکنه اون ربات‌ها نیاز داشته باشن و پول انرژی که بعد اونا رو به حرکت در بیاره. همین فقط. و اینطوری اون فرد و اون شما نوعی براتون دیگه مهم نیست که اون افرادی که داشتن اونجا کار میکردن بعدن قراره چه بلایی سرشون بیاد. یعنی نونشون از کجا میخوان در بیارن و وقتی بیکار بمونن میخوان چیکار کنن؟ یعنی یه سفره‌ای باز بود و در کنار شما شاید مثلا 100 نفر داشتن نون میخوردن، چه بلایی سر اونم میاد؟ یا ما به عنوان مصرف کننده اگه فقط برامون این مهم باشه که اون کارمون، اون نیازمون با بیشترین سرعت و بهترین کیفیت انجام بشه و دیگه برای اون مهم نباشه که توسط کی داره اون کار انجام میشه، دقیقاً همین مسئله پیش میاد. یعنی فرض کنید که شما یه نیاز پزشکی داری، خب، و حالا یه هوش مصنوعی هست، یه ربات هوش مصنوعی هست که قبلا آزمون و خطا شده و نشون داده که هیچ گونه خطایی نداره و یک پزشکی که سالها تجربه کسب کرده و کار کرده. شما به احتمال زیاد میری سراغ هوش مصنوعیه. چرا؟ چون میخوای کارت فقط انجام بشه و برات مهم نیست که اون پزشک چقدر تلاش کرده. خب این منطقیه، ولی خب مقداری هم خودخواهی قاطیش هست از نظر من. خب تا حالا این همه مقدمه چینی کردیم تا برسیم اینجا که ببینیم اگه 90% شغل‌های ما از بین بره و 90% مردم هیچ گونه شغلی نداشته باشن، دنیا چه شکلی میشه؟ و بذارید بهتون من بگم، دنیا دو قطبی میشه. یک قسمت میشه 90% مردم که هیچ گونه شغل رسمی ندارن. یعنی ببینید
کل این فرایند شغل از یه همچین حالت فرمولی پیروی میکنه. یعنی شما میای به عنوان یک شخص به واسطه کاری که انجام میدی یه ارزشی خلق میکنی و حالا مشتری به واسطه نیازی که داره میاد اون ارزش رو خریداری میکنه. توی دنیای عادی این فرمول برای تمام شغل ها جواب میده و فرمول پشت هر شغل و هر کسبی که مربوط به پول در آوردن میشه این هست. حالا توی این دنیایی که هوش مصنوعی 90% شغل ها رو گرفته چه اتفاق میفته؟ هوش مصنوعی میاد توی این معادله جای شما رو پر میکنه و رسما هر نیازی که توسط یک مشتری وجود داشته باشه و مشتری خواهان پرداخت پول برای اون نیاز باشه توسط هوش مصنوعی ارضا میشه. خب این شد یک قطب این دنیا و قطب دیگه یعنی اون 10%. اون 10% همه چیزو در اختیار دارن و بذارید بهتون بگم اون 10% کیان. ببینید اون 10% مالکین و سرمایه گذاران بزرگ شرکت های هوش مصنوعی و کارخانه های رباتیک و زیرساخت های کلان مثل ابررایانه ها، دیتا سنتر ها و انرژی رو تشکیل میدن که به همشون باید بگیم اربابان صنعتی قرن 21. حالا بعد از اونا رو کیا تشکیل میدن؟ مدیران کلان و سیاستگزاران اون شاخه زیری این افراد میشن و حالا یه شاخه زیری دیگه هم هست افرادی که خلاقن و یا هنوز خلاقیت‌های انسانی دارن که برای مردم جذابه. یعنی این 3 شاخه اون 10% رو تشکیل میدن و زندگی اینطوری خیلی عجیب میشه. یعنی یه طرف میشن مولتی میلیاردر و طرف دیگه میشن یه سری افراد وابسته به دولت و شرکت ها. بله اون 90% وابسته دولت ها میشن و دولت ها باید بیان یه سری سیستم های درآمد پایه همگانی به نام UBI درست کنن تا مردم زنده بمونن، در واقع بدون کار زنده بمونن. خب همین الان ازتون میخوام تصور کنید از همین فردا 90% مردم جامعه که ما باشون سر کار داریم از همین فردا دیگه سر هیچ شغل نیستن و هیچ جایی نمیرن. دیگه باباتون همیشه خونه است. دیگه رنگ کنترل تلویزیون کولر رو نمیبینید. و به نظرتون مهمترین چیزی که توی این شرایط از بین میره چیه؟ اون بقاست. نیاز به بقا توی این شرایط از بین میره. یعنی خودتون حساب کنید زمانی که 90% مردم بیکارن، درآمد پایه UBI میگیرن و وقت خیلی زیاد و آزادی دارن، چی میشه؟ نیاز به بقا از بین میره، چون همه نیازها تامین شده است. یعنی زمانی که همه ماها میاییم حقوق پایه یکسان میگیریم و تمام نیازهامون مثل خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و اینترنت تامین میشه، به معنای واقعی کلمه ما نیاز به بقامون رو از دست میدیم، چون بقای ما 100% تضمین شده است اگه بیماری خاصی به وجود نیاد. و حالا میخوام نظرتون رو به این طرز فکر جلب کنم. ببینید از زمان پیدایش و خلق انسان، یعنی از اون زمانهای خیلی دور، چیزی که انسانو مدام هل میداده به تلاش، مدام هل میداده به پیشرفت، این نیازش به بقا بوده. یعنی از همون ابتدا هر چیزی که توسط انسان خلق و اختراع شد برای این بود که بقاش رو روی کره زمین بهتر و امکانش رو بالاتر ببره. و حالا فرض کنید یک چیزی که تمام عنصر هل دهنده یک موجود به سمت پیشرفت بوده از بین بره، چی میشه؟ انسان به نوعی فرسوده میشه و تماما زمانش رو صرف سرگرمی میکنه. این یعنی روزامون پر میشه از تفریح و سرگرمی و بازی و ورزش و هنر. البته این وسط هم خیلی هم میرن سراغ دنیاهای مجازی و توی متاورس و توی جهانهای دیجیتال تقریبا کل روزشون رو سپری میکنن و این یعنی کل زندگیمون تبدیل میشه به تفریح، گشتن، دیدن، کنار هم بودن، خندیدن، هنر، عرفان، ورزش و سرگرمی. و این خیلی جالبه. صبح تو بلند میشی و
میبینی که تمام نیازهات از همون لحظه که چشتو باز میکنی تامین شده است. و جالبترش اینه که بقیه هم دقیقا مثل تو هم. تو از کسی نه دیگه جلویی و نه عقب، همه مساویان و همه فقط تفریح میکنن. و این یعنی دیگه از صبح تا شب ما هر کاری دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم. یه چیزی من خودم میخوام ازتون بپرسم، به نظرتون اگه دنیا این شکلی میشد مدارس از بین نمیرفت؟ مدارس و دانشگاه من حس میکنم دیگه وجود خارجی نداشت، چون کاری برای انجام نبود و ما فقط میخواستیم تفریح کنیم و مدرسه و دانشگاه برخلاف این موضوع. و این روند میتونه سالها ادامه پیدا کنه، یعنی نسل‌ها و نسل‌ها و نسل‌ها کل کارشون بشه تفریح کردن. اما من یه چیزی رو میدونم، انسان خیلی خیلی زود خسته میشه و همه چی براش تکراری میشه. این موضوع هیچ گونه استثنایی در رابطه با هوش مصنوعی هم نداره. به زودی انسان‌ها از هوش مصنوعی هم خسته میشن. یعنی مردم کم کم از این بی‌هدفی و سرگرمی‌های زیادی خسته میشن و افسردگی دوباره در بالاترین حد رفاه سراغشون میاد. مردم از این یک نواختی منزجر میشن، از اینکه با تلاش هم حتی نمیتونن از بقیه پیشی بگیرن و به هدفهای بزرگتری برسن، دیوونه‌شون میکنه. و اینجاست که دوباره میل به تلاش کردن و سختی کشیدن و رنج توی انسان متولد میشه. کم کم از گوشه های شهر صدای سرپیچی و اعتراضا دوباره زیاد میشه. مردم دارن به هوش مصنوعی و ربات‌ها حمله میکنن و یه سری از مردم خودشونو میان از جامعه جدا میکنن، از شهر جدا میکنن و سعی میکنن دوباره اون معنای انسانیت رو پیدا کنن. اونا دوباره سر کارهای قبلیشون برمیگردن، با دست شیرینی درست میکنن، نقاشی میکشن و دنبال یه معنای دوباره برای انسان میگردن و دوگانگی باز هم بیشتر میشه. خیلی از انسانها از اون 90% معتاد میشن به این زندگی راحت و صرفا سرگرمی. و از طرفی هم همون اربابان صنعتی از اینکه افراد دارن سرپیچی میکنن و با هوش مصنوعی و ربات‌ها مخالفت میکنن اصلا خوشحال نیستن، چون اونا منافع و سودشون حالا در خطره. یعنی شما فرض کن تمام داراییت رو روی هوش مصنوعی و ربات‌ها و زیرشاخه‌های این موضوع سرمایه گذاری کردی و حالا داره این دونه به دونه تخریب میشه و اون آجرهای زیربناش داره از بین میره. قاعدتاً احساس خطر میکنی و شروع به مقابله به مثل میکنی. و از اون طرف هم یه سری انسان ها هستن که به معنای انسانیت و نیروی کار انسانی باور دارن و اصلا تحمل این شرایط رو ندارن. اونا هم هیچ جور کوتاه نمیان و این به معنای شروع جنگی بین انسان ها و ربات ها و هوش مصنوعی. چی میشد اگه هوش مصنوعی و انسان ها با هم وارد جنگ میشد؟ شاید توی برنامه بعدی بهش پرداخت، ولی به هر حال ممنونم که تا اینجا اومدید. همه اینها تراوشات خلاقیت من بود که با مقداری علم آمیخته شده بود و امیدوارم خوشتون اومده باشه. در آینده قراره کلی چیزهایی که میشد بشه ولی نشد رو با هم بررسی کنیم. پس تا ویدیوی بعدی یادتون باشه میشد جاییه که میفهمی چی میشه.